حضرت سلیمان علیه السلام فرزند و جانشین حضرت داوود بود و از انبیای بزرگ الهی در میان قوم بنی اسرائیل بود و همانند پدرش علاوه بر مقام نبوت، حکومت و سلطنت نیز داشت. سلیمان در 13 سالگی به جانشینی پدر انتخاب شد و این باعث اختلاف بین عالمان شد و زبان بر انتقاد گشودند. اما مدتی بعد او را پیامبری رئوف، سلطانی عادل و حکمرانی فرزانه یافتند و از رفتار خویش پشیمان شدند. سلام، به یکی دیگه از داستان‌های کانال ماورای وحشت خوش اومدید. اگر علاقه‌مند به شنیدن این داستان هستید، من رو همراهی کنید. بخش‌هایی از زندگانی این پیامبر الهی در قرآن کریم، اخبار و روایات الهی بازگو شده. در قرآن کریم 17 بار از سلیمان نام برده شده. آمده که سلیمان پیامبر علم و حکمت بود، پیامبری که باد و حتی شیاطین به فرمان او بودند. در قرآن کریم سوره‌ای داریم به نام نمل که سبب نامگذاری آن ذکر همان داستان مورچه و حضرت سلیمان است. خدا به سلیمان منطق الطیر و زبان فهم حیوانات را عطا فرمود. در یکی از مسافرت‌های سلیمان که جن، انس و پرندگان او را همراهی می کردند، گذرشان به سرزمین مورچگان یعنی سرزمینی نزدیک شام افتاد. یکی از مورچه ها با تعجیل سایر مورچه ها را آگاه ساخت و گفت به خانه هایتان پناه ببرید و از مسیر سلیمان و یارانش دور شوید تا آنها شما را لگدمال نکنند. باد صدای آن مورچه را به گوش سلیمان رسانید و حضرت سلیمان دستور داد تا آن مورچه را به محضرش بیاورند. سپس به او گفت مگر نمیدانی که من پیامبر خدا هستم و از جانب انبیا هیچ ستمی به دیگران نمیرسد؟ مورچه پاسخ داد چرا میدانم. سلیمان پاسخ داد پس چرا بقیه را نسبت به ما ترسانیدی؟ مورچه پاسخ داد منظور من این بود که آنها عظمت و شوکت تو را مشاهده نکنند تا خود را مقابل تو حقیر و ضعیف نپندارند و ناسپاسی در درگاه خدا را آغاز نکنند. سخنان مورچه در نظر حضرت سلیمان معقول آمد. سپس مورچه خطاب به سلیمان گفت آیا می‌دانی چرا خداوند از میان قدرت‌ها باد را برای حرکت دادن تخت تو انتخاب کرده است؟ حضرت سلیمان که از سؤال مورچه شگفت زده شده بود جواب داد نمیدانم. پاسخ داد برای اینکه بدانی تمام این قدرت و مقام تو برباد است و مغرور و متکبر نگردی. آنگاه سلیمان تبسم کرد و گفت پروردگارا مرا توفیق شکر نعمت خود را بده. سپس مورچه گفت ای پیامبر خدا بر من خشمگین نشو، تو پادشاهی و من نیز پادشاهم. من فرمانده مورچه ها هستم. خداوند 4 طبقه زمین به من داده و در هر طبقه 40 فرمانده زیر دست من هستند و هر فرمانده 4000 مورچه دارد. اگر خداوند بخواهد بزرگترین دشمن را هم ما هلاک می کنیم. مورچه گفت این زمین زر دارد و آدمی نسبت به طلا و زر حریص است. من ترسیدم که اطرافیان تو زمین را بکنند و آن را زیر و رو کنند و به سپاه من رنج و عذابی برسد. سلیمان نبی پرسید این علم را از کجا به دست آورده ای؟ مورچه گفت ای سلیمان تو فکر میکنی تنها خودت علم داری؟ خداوند همه علم و دانش را به یک نفر نمیدهد. سلیمان نبی به مورچه گفت میخواهی به تو علومی یاد بدهم که بدانی ما دانشمندیم؟ مورچه به آن حضرت گفت من از تو سوالی میکنم. حضرت سلیمان فرمود هر چه میخواهی بپرس. مورچه گفت ای سلیمان از خدا چه خواستی؟ حضرت سلیمان گفت ملکی که هیچ کسی نداشته باشد. مورچه گفت از این سخن تو بوی حسد می آید و پیغمبران سخن حسدآمیز نمی گویند. چه می شد اگر کسی مانند تو به پادشاهی می رسید؟ سلیمان از سخن او به خشم آمد. مورچه گفت آری سخن حق تلخ است و چرا عصبانی می شوی؟ سپس گفت دیگر چه خواسته ای از خدا کردی؟ سلیمان گفت اینکه باد به فرمان من باشد و تخت مرا ببرد و بیاورد. مورچه گفت تو با این تقاضای اندک خود چیزی را خواستی که اگر صبر و تحمل می کردی فرشته ها به فرمان تو در می آمدند.
چنانچه در آخرالزمان آنچه برای تو مهم است برای محمد خاتم مهم نیست و خداوند فرشتگان را به فرمان او امر می کند. سلیمان گریست. سپس مورچه گفت میدانی چرا باد به فرمان توست؟ به خاطر اینکه خبر مرگ تو را به تو بدهد. سلیمان بسیار گریست و گفت ای مورچه تو حکیمی، مرا پندی بده. مورچه گفت ای سلیمان، خداوند هر که را سلطنت دهد باید با رعیت مهربان باشد. آیا تو هر شب از رعیت با خبری؟ سلیمان گفت نه. مورچه گفت من هر شب و هر روز در میان قوم خود می گردم تا اگر رنجی رسیده باشد من خود آن را برطرف کنم و هر شب تا همه را بررسی نکنم نمی خوابم. حضرت سلیمان از گفته های مورچه متعجب شد. سپس حضرت سلیمان برخاست که برود و مورچه گفت روا نیست بروی و من از تو پذیرایی نکنم با آنچه که خداوند بر من ارزانی داشته. و سپس پای ملخی را برای او آورد. حضرت سلیمان خندید و گفت با این سپاه بسیار مرا پذیرایی می‌کنی؟ مورچه گفت آری. و همه سپاه سلیمان نبی از آن ران ملخ خوردند و سیر شدند و باز هم باقی ماند. حضرت سلیمان سجده شکر به جا آورد و گفت پروردگارا، میدانم که من بنده ضعیف تو هستم. به قصر خود برگشت و 40 شبانه روز به عبادت پروردگار پرداخت و خدا را شکر کرد. دوستان عزیز من، ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید.